در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان معین کرده شد که 3 جوان 19 ساله ساکنان نویه دوشتیج و شهر خوجند 15 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 19:20 هنگام در کوچه 30 سالگی غلبه شهر خوجند قرار داشتنشان با جوانان 21، 22 و 23 ساله ساکنان نویه دوشتیج جنگ و جنجال کرده یکدیگر را مورد لطوکوب قرار دادند. در جریان مناقشه یک جوان 19 ساله با مقصد قصداً رسانیدن جرات وزن جسمانی به سلامتی با کارد کیسگی یک مرتبه به شکم جوان 22 ساله ضربه زده است. در نتیجه جبر دیده جرات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمانبر شده پرونده جنایتی با ماده های 102 قسم 1 و 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 50 ساله ساکن نویه دوشتیج 14 اکتبر سال 2022 با رای فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور در آمده با بهانه به صاحبکاری مشغول بودن از او 40,000 سومانی گرفته تا حال برنگردانیده است. نسبت گمان به شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شامنصور با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 1 ژانویه سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد بنای نوساختمان واقع در کوچه رجب شهر دوشنبه شده از آنجا مسئله ساختمانی به مبلغ 100,000 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور جوان 25 و مرد 37 ساله ساکنان نویه ورزاب و باباجان غفورов صادر نمودند. اینچنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 43 و 37 ساله ساکنان شهر کانبادام که یکی اشان پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است دستگیر کرده شدند. نام بردگان 16 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 با رای پنهانی از خانه استقامتی مرد 32 ساله ساکن شهر مذکور یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ، یک عدد پلنشت تمغه سامسونگ، یک عدد صندوق چوبین و یک جفت روی پوش رخت خواب را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. نسبت نام بردگان پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.